درود دوستان. فریدون اودیلوف ترمیناتوری تاجیک 5 دکبر در لیگ آسیایی در مسکو بر مقابل ورزشگر آذربایجانی المار گاسانوف. کمتر معلومات درباره هر دو ورزشگر. المار گاسانوف 11 برد دارد، یک باخت، همون باخت هم با طریق نکاوت بایدادگی است. المار گاسانوف نکاوتیار نیست، ضربه های قوی ندارد، همون 3-4 همون محاربه که پیش از مهلت بردگی همون رو هم با طریق بوقی کردن یا که گوشتین و دیگرانش رو با قرار داوران بردگی، ضربه های قوی ندارد و کاردیوش خوبه، با قبل روسا دیخالکش خوبه، میتونه که 3 راوند یا که 5 راوند آزاد جنگ کنه. در همین کمتر برتری داره از فریدون اودیلوف. فریدون اودیلوف باشد نکاوتیار است، فینیشر است، با قبل روسا دوست می‌دارد که محاربه رو در یکم یا دوم راوند بازودی به انجام رساند، طریق نکاوت که طریق بوقی کردن، چون که هم گوشتینش خوب است هم ضربه های قوی دارد. برای همین اینجا من فکر میکنم که شانسی ورزشگرو 60 فریدون اودیلوف 40 المار گاسانوف، چون که همیشه نکاوت آدمایی که ضربه های قوی دارن همیشه اونا شانس دارن که محاربه رو زود به انجام رسونن و به نزدیکی فریدون اودیلوف چمپیون جهان هم شده بود با اویدی سامبوی محاربه‌ای. فکر میکنم که فریدون اودیلوف شانسش زیادتر نظر به المار گاسانوف، اگر که به شرطی که همون شانسی خودش استفاده بره و بازوتی المار گاسانوف رو نکاوت کنه، اگر نه اونجا شانس‌ها برابر میشن، چون که المار گاسانوف دوست می‌داره که 3 راوند یا 5 راوند تا آخر بزنه، مثلا چیش خوبه، کاردیوش خوبه، خسته نمیشه. دوستان فکر خودتون رو در این باره بنویسید که 5 دکبر دست بالا میشود فریدون اودیلوف یا که المار گاسانوف آذربایجانی. 100% من فریدون اودیلوف رو دستگیری میکنم و امیدوارم که او در این محاربه 5 دکبر دست بالا می شود و 5 دکبر باز یک ورزشگر تاجیک هم در لیگ آسیایی در همین شب محاربه دارد، این اسکندر محمدعلیف با تخلص گیورگی تاجیکی که اونم یکی از بهترین فایترهای تاجیکستان هست. دوستان فکرهای خودتان رو نویسید در این بابت، ورزشگرهای تاجیک رو دستگیری کنید، دعا کنید که اونها دست بالا شوند و با اونها موفقیت ها آرزو نمایید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون باد.